سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی ترسیتی پلاس. به چنل ما خوش اومدین. خب آقا قراره تو این ویدیو چه کاری انجام بدیم؟ میخوایم تو این ویدیو بیایم در واقع آموزشایی که قراره در آینده بذاریم تو چنلمون، چیزایی که قراره یاد بگیریم، نتیجه در واقع زمان، وقت، انرژی که میزنیم پای این آموزشا یادشون میگیریم چی میشه، آموزشا به چه صورت خواهد بود و به اینجور مسائل بپردازیم. حالا زیاد طولانیش نمی‌کنم. خب بعد اینکه حالا قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، اگه تازه اومدی تو بازارهای مالی میخوای تریدر بشی، نمیدونم حالا فعالیت داشته باشی تو این بازارها، چه به صورت معامله‌گر چه حالا به صورت هولدر، چنل من میتونه جزء اولویتات باشه برای دیدن آموزش. حالا من چون تازه دارم شروع میکنم خیلی عقب هستم از بقیه، چون مثلا بعضی هستن مبحث حمایت مقاومت آقا تموم کردن، مدیریت سرمایه تموم کردن، اما خب به زبون خودشون، منم به زبون خودم کارو میبرم جلو. آموزش ها در کل همش یکیه. خب یعنی مثلا تعریف حمایت مقاومت شما چه اینجا یادش بگیرید چه بری اروپا یادش بگیری یکیه، فقط نوع بیانش متفاوت میتونه باشه، نوع تجربه‌ای که بر اساس حمایت مقاومت اومدن کار کردن میتونه متفاوت شه. یعنی طرف مثلا اومده با حمایت مقاومت کار کرده، خب با پرایس اکشن کار کرده که یک سبک معاملاتی تو بازار مالی هست، یه سری تجربه به دست آورده تو بازار، یکی دیگه هم همینجور با همون پرایس اکشنی که در واقع معروفشون پرایس اکشن آلبروکسه اومده کار کرده، یه سری تجربه دیگه به دست آورده. پس تمامی تعاریف مثلا پرایس اکشن در سر دنیا میتونه یکی باشه، تقریبا تو یک در واقع بازه‌ای هست و میشه گفت که یکسانه تا یه حدودی. منتها تجربه‌ای که از این طریق با فعالیت داشتن تو بازار طرف مقابل، اون مدرس مقابل ما به دست آورده، میتونه این قضیه رو یه مقدار متفاوتش بکنه. اوکی، اینو در نظر داشته باشیم. پس باید بریم بگردیم دنبال کسی که حالا در واقع با لحن بیانش، با توجه به تجربه‌ای که داره، میتونه بهترین داده اطلاعاتی از بازارهای مالی به شما بده، به اشتراک بذارید. جوری باید بتونید در واقع اشتراک بذارید که شاید شما بتونید نهایت استفاده از اون داده یا از اون تجربه ببرید. اوکی، اینو در نظر داشته باش. بعد اینکه بستگی به طرف هم داره که در واقع حالا بره دنبال چه مدرسی. این موضوع رو چرا باز کردم؟ چون که قبل از اینکه بیاین سراغ ترید اینا، اول دنبال مدرس خوب بگردید. اصلا نیازی نیست هزینه بکنید، چون آموزش هایی که داخل یوتیوب چه اینستاگرام کلا تو فضای مجازی تو زمینه‌های بازار مالی داره آپلود میشه و بارگذاری میشه، خیلی خیلی آموزش های خوبیه. فقط تنها کاری که لازمه شما انجام بدین اینه که آقای آموزش ها رو برین جمع کنید، خودتون یه پکیج کنید و به خودتون آموزش بدید. اوکی دیگه، انشالله که منظورم رو رسونده باشم. خب بعد اینکه برای همین این مبحث باز کردیم که آقا اگه خواستید مثلا شما الان ترید یاد بگیرید، توی مسائل اولیه یه کار فقط برید دنبال یه مدرس، از این شاخه به اون شاخه نپرید. این فقط حرف من نیست، حرف تمام کسایی که حالا دارن تو زمینه آموزش بازار مالی دارن فعالیت میکنن. اوکی، دوم این که مسئله میخواستم بهش بپردازم این آقا من زیاد مثلا ویدیوهامو چی میگن خوشگلش نمیکنم، چون عقیدم بر اینه. یعنی چه خوشگلش نمیکنم؟ افکت اینا روش قرار نمیدم، چون زمان اونو ندارم که بخوام بیام حالا ویدیو رو تدوین کنم و افکت قرار بدم روش، نمیدونم کارهای جنگولک بازی روش در بیارم، اینا فعلا زمانش ندارم. اگر رفتیم جلوتر دیدم خب خوشم اومد با این فضا، چرا کارم رو ارتقا میده. اما فعلا با آموزش هایی در حد متوسط، یعنی با ویدیوهای در حد متوسط کار رو میبریم جلو. یعنی چی در حد متوسط؟ میگه این در زیاد ویدیوها مثلا افکت نداره، در واقع اون قلابی که حالا به قول گفتنی یوتیوبرها ازش صحبت میکنن، اون قلابو نداره که حالا مخاطب بگیرید. اما نکته‌ای که مهمه اینه که آقا شاید مثلا ویدیوهای من قلاب نداشته باشید که شما رو جذب کنید، اما
هم این که من خودم اینو میخوام، من دنبال مخاطبی هستم که آقا واقعا دنبال ترید باشید، واقعا دنبال معامله گری باشه، واقعا بخواد تو این بازار نونش در بیارید، پول در بیارید. اوکی، حالا که پول مبحث آخرشه، اما در کل هم میگم دنبال همچین شخصیت هستن، دنبال این نیستن که بگرده ببینید کدوم ویدیو با کیفیت تره. اوکی، بعد اینکه پس نکته اول این که شد آقا توسط یک مدرس برین ترید یاد بگیرید. دوم اینکه ویدیوهای بنده فعلا با سطح معمولی کیفیتی داره میره جلو، نه از لحاظ مطلبی و تجربی، بلکه از لحاظ مثلا افکت و نمیدونم تدوینا اینجور مسائل. و اما سومین مطلب، چیزی که قراره یاد بگیریم اینه که ما تو مراحل اولیه میایم و مبانی اولیه کارمون رو جلو میبریم. مثلا آقا سایت تریدینگیو چی هست، نمیدونم تنسور چارت چی هست، صرافی ها نمیدونم کدومش برای ما ایرانی ها خوبه فعلنده، به اینجا مسائل میپردازیم، مسائلی که در واقع خیلی پیش پا افتاده است و نیاز این که هر تریدری اونا بدونه. اوکی، یه پلیلیست کامل متخصص چی میگن در واقع مخصوص این کار قرار میدیم. تو پلیلیست های بعدی مثلا سطح 1 و سطح 2 و سطح 3 میکنیم. سطح 1 و سطح 2 و سطح 3 یعنی چی؟ مثلا آقا سطح 1 میاد مبحث حمایت مقاومت یاد میده، بعد میره خطوط روند، بعد مثلا سطح دومون میاد مثلا خب میگه آقا اگه تحلیل تکنیکال رو یاد گرفتی الان بریم سراغ در واقع مدیریت سرمایه یاد بگیریم، ریسک و ریوارد رو یاد بگیریم، آربا رو یاد بگیریم. دور مثلا میریم برای سطح 3 اون مثلا میره پیشرفته تر میشه، اندیکاتورها و اسیلاتورها رو میاریم مکمل استراتژیمو قرار میدیم. بعد از اون میایم در واقع چیزی که در واقع اومدیم توی این 3 تا پلیلیست آموزش دادیم میایم جمع‌بندیش میکنیم و در واقع یه استراتژی از توش در میاریم که حالا خود این چیزی که در واقع ما اومدیم گفتیم توی 1-2 دقیقه اخیر خودش یک بازه زمانی 6 ماهی است و خیلی زمان میبره. چرا؟ چون که یاد دادن چیزی آسونه. مثلا ما میام تعریف حمایت مقاومت بهت میگم تو 5 دقیقه جمع میشه میره. تشخیصش، تمرینش، اینجور مسائلش مهمه، کلیدیه که واقعا اونا زمان میبره. در واقع رفع اشغال هایش خیلی میتونه در واقع سخت باشه. اوکی، این هم از سومین موردمون. پس ما تو آموزش هم به تحلیل تکنیکال، هم به مدیریت سرمایه، هم به اندیکاتور و اسیلاتور رو میپردازیم. در آینده حالا زمانی که به یک کار رسیدیم میام و در تحلیل بیت کوین هم به صورت روزانه قرار میدیم. در صورتی حالا اگر مورد توجه مخاطبمون قرار بده زمان میذاریم، انرژی میذاریم، میخوام شما نهایت استفاده رو ببرید. اوکی، در آینده لایف ترید هم میذاریم و حالا چهرهمونم میاد در آینده، همه اتفاقا میافته، میاریم قشنگ فیس تو فیس با هم یه صحبت میکنه. حالا تو مراحل اولیه هستیم، میخوام این مقدار کارو پیش ببریم. خب چیزی فکر نکنم دیگه از قلم افتاده باشه. اگر از قلم افتاده بود تو پارت دومی که به دانشگاه تریسیتی پلاس خوش اومدید میگی. میدونم تا این جای کار تعداد مخاطب کمتری رسیده و عملا اومده و پای کار بوده. به اون دسته از دوستان چیزی که لازم هست ما میگیم، ولی کاری که لازم هست که شما انجام بدید باید خودتو انجام بدید. ما میایم تحلیل تکنیکال یاد بهت میدیم، مدیریت سرمایه رو بهت یاد میدیم، لازم دیدیم آخه اندیکاتورها یا اسیلاتورها هم بهت میگیم در کنارش، نه به عنوان اصل استراتژی ولی به عنوان مکمل استراتژی بهت چی میگیم. خب ولی چیزی که مهمه این نیست که آقا شما آموزش ببینید و در واقع بیایید بعد از دیدن آموزش بپرین توی استخر بازار مالی. نه اصلا اینطوری نیست. شما زمانی که آموزش دیدید باید تازه به بک تست بگیرید که ما اون بک تست ها چجوری میایم برنامه ریزی میکنیم. اون بک تست ها رو میایم بر اساس چی؟ لایف ترید بهتون
باهاتون کار میکنه. حالا چه لایو ترید از قبل ضبط شده چه نه، همون موقع با هم دیدن و کار میکنیم، یه پوزیشن باز میکنیم، حالا میره تو ضرر میره تو سود. به جز این حالت که دو تا حالتی دیگه، حالت دیگه نیست که. اوکیه؟ یا سود میکنیم یا ضرر. چون مدیریت سرمایه میکنیم به چپ اون باید بگیریم که حالا اگه رفت ضرر کردیم. یه خارج از این دو حالت یه حالت دیگه ما نداریم. و مطلبای دیگه هم نمیمونه. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردیم. اگر خوشت اومد از لحن بیانم، نقشه راهی که حالا در واقع یه چکیدش بهت گفتم، ممنون میشم که لایک کنی، سابسکرایب بکنی، اون زنگوله خوشگل فعال کن که ویدیو آپلود میشه به موقع به دستت برسه. فعلا تا ویدیو بعدی، در واقع تا درود دیگر، بدرود.